چند روش ساده ماساژ درمانی برای کودکان مبتلا به کولیک. قبل از ماساژ دادن دستهایتان را با پارچه داغ گرم کنید. 1. با هر دو دست خود این حرکت را انجام دهید. 2. با دست چپ خود کف هر دو پا را نگه دارید و با دست راستتان مجدداً قفسه سینه را نوازش کنید. 3. با انگشت شست هر دو دستتان شکم کودک را بمالید از داخل به خارج. 4. حالا همان حرکت را با یک دست و بعد با هر دو دست به شکل دورانی انجام دهید. 5. حرکت را از بالا به پایین در قسمت فوقانی شکم انجام دهید. 6. از چپ به راست و بعد به سمت پایین. 7. پایین به بالا و بعد چپ به راست به سمت پایین. 8. 20 تا 40 ثانیه هر دو پای کودک را به سمت شکم فشار دهید. 9. ماساژ دادن را با تکرار حرکت دورانی دستها تمام کنید.